در زمان ترقیات با سرعت اقتصادیات و بهگشتن زندگی و حیات مردم کشور در ازبکستان صاحب استقلال دیگرگونی و نوگانی‌های با عصرها برابر به عمل می‌آیند و در این سمت نوحیمان در کنار نیست. این از آن درک است که نفس گرمی اصلاحات ها در حدودهای دوردست ریاست‌الملک نیز امروز حس می‌گردد. پریروز نوحه ما در آغوش عید تانتانه ها قرار داشت. روز 25 اپریل سال 2019 در حیات نوحه ما سنه فراموش ناپذیر به حساب می رود، چون که این روز در ناحیه 10 عدد انشاءات نو زمانوی، نقطه های خدمت معیشی به اهالی، ابیکت های صاحبکاری، انشاءات های ساحه اجتماعیات به استفاده سپارده شدند. البته این همان افغانی پدیده بزرگ صاحبکاری و اعتباری بزرگ حکومت به خود سرور دولت به حساب می رود، زیرا اعتبار به صاحبکاری و رشد آن در آبادی و آزادگی کشور مساعدت می کند. در ریاست‌الملک ما روز تا روز توسط اعتبار و غمخواری سرور دولت و حکومتمان تمام ساحه‌ها با سرعت رواج خود را می‌یابند، از جمله ساحه ورزش و صاحبکاری نیز. و امروز بی‌بدیهی است که صاحبکاران ما مبلغ‌های خود را برای سالم گردانی خلقمان صرف می‌کنند. امروز در جامعه شهروندان محلی سریکنده باز یک کاشانه نو زمانوی توسط دستگیری و تشبس یک نفر صاحبکار این محله گشوده و به استفاده سپرده شد. در مرکز محله سریکنده کلوب ورزش سالم گردانی گشوده شد که اکنون در آنجا میتوانند جوانان بیواسطه به ورزش مشغول شوند. و این البته جوابا به تشبس پرزیدنت ما روانه کرده شده، زیرا یکی از سمت‌های تشبس پرزیدنت ما این سالم گردانی جوانان و جلب کردن آنها به ورزش می باشد. این بینای نو زمانوی که با کوشش و تشبس صاحبکار فرقت جان داماللایف ساخته و به استفاده سپارده شد، امروز به مکان آب و تاب جسمانی هر یک نفر شقوند ورزش در محله تبدیل یافته است. به صاحبکار از جانب دولت یعنی از طرف اگربانک 200 میلیون سوم کریدیت امتیازناک داده شد و به عوض این مبلغ امروز در محله مرکز سالم گردانی فیتنس کلوب فعالیت میبرد. در حقیقت بینندگان عزیز، ورزش در کمالات جسمانی انسان بس و اهمیت کلان دارد و چون میدانید ما پیشتر توسط تلویزیون همین گونه تریناژورها و محفل‌ها را تماشا کرده هوس می‌کردیم و امروز نفس گرمی ترقیات، نفس گرمی دیگرگونی حیات، نفس گرمی اینوواسی‌ها در محله ها نیز حس کرده می شود و در این البته سهم صاحبکاران ما بسیار ارزنده است. از جانب سرور دولتمان به ساحه صاحبکاری بسیار دقت و اعتباری کلان داده می شود و از همین اعتبار و توان گرفته امروز صاحبکاران ما برای منفعت خلق خود خدمت می کنند، زیرا که تمام آنها کارهایی که در ما کرده می شود همه به منفعت خلق، به منفعت جوانان می باشد. چون گفتم یکی از سمت استوار تشبس پرزیدنتمان این جسمانان آب و تاب دادن جوانان و به همین گونه محفل‌های ورزشی جلب کردن آنها می باشد و همچنین شرایط‌های مساعد فراهم آوردن برای آب و تابیابی جسمانی آنها روانه کرده شده است. و امروز همین اقدام شایسته یک نفر صاحبکار از محله سریکنده برای اجرای تشبس پنجم پرزیدنتمان بسیار مساعدت می‌کند. امروز در اینجا تمام اسباب دستگاه‌های ورزشی آورده شده است و جوانان نورسان محله سریکنده و عموما تمام ناحیه میتوانند به اینجا آمده مشق کنند و در کمال جسمانی خود آب و تاب یابند. و البته ما میnnadاری خود را برای همین شرایط ها پیش از همه به سرور دولت و بعداً به صاحبکارانمان بیان میکنیم، زیرا که محصول اعتبار سرور دولت امروز نتیجه و ثمره‌های خوبی خود را میبخشد و بخشیده ایستاده است. برای این کوشش، جسارت و البته تشبس لازم است. من پرزیدنتوم تشبسشون کرده، من تدبیرکارا همه امکانیت همه شرایط که دودیان من سپورت زال کشید، من اومم سپورتنده شغلمش کسیم همه اومد پرزیدنتوم رحمت، حکم ما رحمت، حکم فرغانه و رحمت بسیار شود ازبکستان نومش بیرقش بلند ببرداره جوانا دایم حرکت نشه خرسندم. در مراسم تقدیمات این بینای سه آشیانه نمایندگان حاکمیت ناحیه، سروران صدارت‌های ولایتی، بانک‌های سهامی و تجارتی، اگربانک و خلبانک، اهل محله و دیگر نمایندگان جماعت اشتراک نمودند و در این تدبیر اشتراکداران به سخن برآمده پیش از همه عاید اعتبار و غمخواری حکومت و خود سرور دولت در راه به نمودن شرایط زیست زندگانی اهل ده، رشد صاحبکاری در حدودهای دولت ریاست‌الملک و والایت منفعت‌های انسان حرف زدند و قید نمودند که خلق باید امروز از فعالیت رهبران راضی باشند، چون که تمام شرایط‌های مساعد و قله‌ها به منفعت اهل کشور روانه شده است.
این انشاءات نوزمانوی در حدود سکتور دوم جایگیر است و صاحبکار از اعتبار حکومت و کمک رهبر سکتور پروکرور ناحیه فرهاد عبدالولی خیلی و خیلی منتدار است. بعد با استفاده سپرده شدن مرکز نو حاضران این تدبیر داخل بینا شده از اسباب و دستگاه‌های زمانوی سالمگردانی دیدن کردند و برای تحقیق کار صاحبکار دعاهای نیک کرده شد. ناگفته نماند با برابر با استفاده دادن این مرکز 3 نفر صاحب جای کار دائمی شدند و با آنها از جانب شعبه شغل اهالی باکار دفترچه‌های مهنتی نیز تقدیم کرده شد. پرزیدنت ما شوکت میرامونویچ من 5 تشبوزی که با ما پیشکش کردن این مقصد اساسی یوشوی جوانوی وقتی خولگیش مضمون نگذراندن و نگراننده شده است. ما همین اقدام پرزیدنت دستگیری کرده حرکت کردیم که جوانای محله یوشوی محله وقتی خولگیشون برای پرمضمون گذراندنشون این تشبوز یک از همون 5 تشبوز سپورت سوهش تله کردم و من باباشکون زل سپورتی تیار کردیم که وقتی خولگیشون اومده پرمضمون میگذرونن. ما البته این تشبوز پرزیدنت دستگیری میکنه. من حکومت ما هم دستگیری کرده. من حکم ولایت ما حکم رایون ما سردار سکتور ما پروکرور ناحیه ما دستگیری کردن. من اگربانک ناحیه دستگیری کرده به ما کردیت های امتیازناک دادن. ما از وی سربلندیم. ما این فخر کرده غرور کرده باز هم دیگر تشبوس های پرزیدنت هم دستگیری کرده برای خلق خدمت کردن و همیشه تیارم. امروز حال حاضر در جمع شنوندگان محله هوشیار نیز عید بالای عید است توی بالای توی و در اینجا باز یک پدیده نوی صاحبکاری به عمل آمد. در شفت باغچه بچگانه محله باز یک سیخ دوزندگی به کار درآمد که صاحبکار از حساب دولت 60 میلیون سوم کردی گرفته امروز یک چند نفر زن و دختران را با جای کار دائمی تامین نموده است و یکی از سمت استواری 5 تشبوس پرزیدنت ما نیز همین است با جای کار تامین نمودن زنان و دختران و امروز اهل هوشیار بسیار خرسندند که همین اقدام پیاده می‌گردد و آنها با جای کار تامین شدند و با آنها در امروز در از متنتن دفترچه مهنتی نیز سپرده شد. هوشیار یکی از دهه‌های دوردست ناحیه به حساب می رود و در این گونه حدودهای دوردست نیز امروز رواج صاحبکاری به نظر می رسد و در این سمت آبادی و آبادکاری ها نیز عملی می گردند. گلزاره مومینова از حساب بانک خلقی 30 میلیون سوم کردیت امتیازناک گرفت و این مبلغ نیز به مورد استفاده شد. در شفت باغچه محله بینای پرتاب وجود داشت و در این بینا امروز سیخ نوی دوزندگی به فعالیت آغاز نمود. بخشیده به استفاده دادن این انشاءات نوی صاحبکاری نیز در اینجا تدبیر متنتن دایر شد و اشتراکداران تدبیر به اهل هوشیار این نوگانی را مبارکبادی کردند و در نوبت خود اهل محله با این اعتبار به حکومت و خود سرور دولت منتداری به اندازه ابراز نمودند. این سیخ در سکتور سیوم که با آن سرور شعبه کارهای داخلی سید بهرام سید موسی رهبری میکند جایگیر است و رهبر سکتور نیز قید نمود که با اهل محله در آینده این گونه انشاءات و بیناهای زمانوی ساخته و با استفاده داده خواهند شد. با برابر با استفاده دادن این سیخ 20 نفر از زنان و دختران هوشیار صاحب جای کار دائمی شدند و با آنها در وضع متنتن دفترچه‌های مهنتی تقدیم کرده شد. در رأس تدبیر مهمانان بر آن امین شدند که امروز اعتبار و غمخواری حکومت در ناحیه به مورد استفاده می شود و مبلغ‌های از جانب دولت داده شده این کردیت‌های امتیازناک نیز عاقلانه به کار برده می شوند. البته با جای کار تامین نمودن زنان و دختران از سمت پنجم تشبوس سرور دولت به حساب می رود و از این اعتبار و غمخواری زنان و دختران سوخ به نهایت منت دارند. امروز ما به نهایت خرسندیم چون که در قشلاق ما سیخ دوزندگی کشیده شد. ما به کار تامین شدیم. همین زنکای قشلاق به نهایت ای پرزیدنت ما خرسند هستیم، منتدار هستیم. بچه گلزاره ها منتداری اظهار میکنه. رحمت پرزیدنت ما رحمت ما به کار تامین شدیم. با دست ما دفترچه مهنتی گرفتیم. معاش میگیریم. زندگی می تامین میکنیم. اوله ها تامین میکنیم. رحمت به پرزیدنت ما. امروز یکی از مسائل مهم روز این تامین کردن اهالی با جای کاری دائمی میباشد و چون تاکید دوام برنامه تاکید کردیم یکی از 5 سمت استوار تشبوس پرزیدنت این هم باشد با جای کار تامین نمودن زنان و دختران به حساب میرود. ساکنین محله آبشیر سرابر تاجیبایه و از حساب بانک خلقی 30 میلیون سوم کردیت گرفته با تشکیل سیخ زندگی در محله خود موفق گشته است و امروز در اینجا 20 نفر زنان و دختران با جای کاری دائمی تامین شدند و حالا چون گواهی ساده است مراسم کشایش این سیخ زندگی رفته ایستاده است و به واسطه در کشایش
همین سیخ تمام رهبران ناحیه تحت رهبری حاکم ناحیه فاروق مدنی یوسف اشتراک میکنند. صاحبکار یک ترتیب از جمع شهروندان محله آبیشیر صنوبر تاجیبای و نیز امروز از کریدیت امتیازناک بانک خلقی و جانبداری رهبر سکتور فرید تورابایف ثمره را استفاده میکند. و برابری آوردن ماشین های درزوزی در محله آبیشیر قریب 20 نفر دختران با جای کار دائمی تامین کرده شدند. با صاحبکار از جانب دولت 30 میلیون سوم کردیت داده شده. به عوض این مبلغ سیخ دوزندگی در محله بنیاد یافت. باید گفت که امروز توسط اعتباری به اندازه حکومت صاحبکاری در ناحیه رواج یافته، آبادی و آبادگاری ها در مقیاس سوق خیلی دامن فراخ میکنند. کتاب در بلند شدن معنویت انسان بس اهمیت کلان دارد و بیهوده نیست که امروز به کتاب و مطالعه کتاب از جانب پرزیدنتمان بسیار دقت اعتبار داده می شود و به این چیز ما باید دائما جوانانمان را جلب سازیم. یکی از سمت استواری 5 تشبوس پرزیدنت این هم باشد به کتاب و مطالعه آن جلب نمودن جوانان به حساب می‌رود، زیرا که کتاب سرچشمه دانش و سرچشمه علم و هنر است. و امروز در مرکز ناحیه انیخترش در داخل بازاری مرکزی از جانب فیرمای سوخ کامپیوتر سرویس باز یک دکان کتاب به استفاده سپارده شد که در آن تمام رهبران ناحیه اشتراک کردند و بخشیده به این مراسم تقدیم شده گذشت. در ناحیه سوخ بعد پیشنهاد گردیدن 5 تشبوس مهم پرزیدنت اعتبار برای بلند برداشتن مدنیت کتابخانه، تشکیل کتابخانه ها در محله های ناحیه خیلی افزود. در مرکز ناحیه در ترکیب کارخانه خرد سوخ کامپیوتر سرویس که رهبریش در ذمه تدبیرکار احمد جان اسکندرف می باشد، کتابخانه تشکیل کرده شد که آن دارای ادبیات‌های بدیعی به زبان‌های مختلف میباشد. تدبیرکار به عوض کردیت امتیازناک مقدارش 25 میلیون را تشکیل می‌دهد و از شعبه ناحیوی اگروبانک ناحیه گرفته است. کتابخانه را با کتاب‌های بدیعی بایگردانیده است که این در بلند برداشتن مدنیت کتابخانه در ناحیه سوخ اهمیت مهم کسب می‌کند. بند سیوم 5 تشبوس مهم به تشکیل نمودن استفاده برای تکنولوژی‌های کامپیوتری و اینترنت در بین اهالی و جوانان نگرانیده شده است. به همین خاطر در مرکز ناحیه از جانب تدبیرکار شاهزاد نظرف اینترنت کافه تشکیل کرده شد. تدبیرکار برای اینترنت کافه از اگروبانک ناحیه به مقدار 30 میلیون کردیت امتیازنامه گرفته است. در اینترنت کافه خدمات‌های استفاده از اینترنت، میدان وای فای براه مانده شدند. اکنون جوانان می توانند به این درگاه آمده از اینترنت ثمره‌ناک استفاده برند. در اینترنت کافه همه شرایط ها برای جوانان فراهم آورده شده است. حاکم ناحیه با اشتراک مهمانان از ولایت آمده از اینترنت کافه دیدن کرد و به تدبیرکار رهبر این مرکز عرض سپاس نمود. در مرکز ناحیه در روبروی بینای خلق بانک باز یک مرکز خدمات‌های کامپیوتری و دکان کتاب از جانب تدبیرکار ظفرجان غنیف براه مانده شد که برای تشکیل آن تدبیرکار از اگروبانک ناحیه به مقدار 60 میلیون سوم کردیت امتیازنامه گرفته است. حاکم ناحیه و مهمانان به این مرکز نیز تشریف فرموده از حالت آن دیدن کردند و منتداری خویش را به تدبیرکار بیان کردند، زیرا این همه تلاش و تکودوها برای خلق است به منفعت جوانان نگرانده شده است. اصلا 5 تشبوس مهم رهبر دولت برای جوانان به منفعت آنها خدمت می‌کند. مردن آچارم همده حامد جان بهادر حاکم جان کشتدر قلقان خان پالان رزالر نامنی ایلدی دوستان هستی yüreğimde مقدس toprağım cennet manen به سبب اینجا لحظه از آواز زنده صنعتکاران نامی سوخی را برای شما پیشکش نکردیم، زیرا در 5 تشبوس رواج دادن ساحه صنعت مهمترین مسئله به شمار می رود. قسم اول 5 تشبوس برای افزون گردانیدن شوق جوانان به موسیقی، رسامی، ادبیات، تئاتر و دیگر نمودهای صنعت و کشف استعدادها خدمت می کند. در ناحیه بهر اجرای قسم اول تشبوس مهم از جانب شعبه مدنیت ناحیه کارهای جالب به سامان رسانیده می شوند. در ترکیب شعبه مدنیت استودیوی ثبت آواز از جانب آوازخوان الهمبگ یوسفوف براه مانده شد. این آوازخوان آینده‌دار از اگروبانک ناحیه به مقدار 30 میلیون کردیت امتیازنامه گرفته فعالیت خود را براه ماند. به غیر از این در ترکیب شعبه مدنیت محفل هیکل تراشی و صورتکشی براه مانده شده که اکنون هوسمندان می توانند در اینجا از رهبر محفل حسن علی مختارف سر و اسرار این دو نمود معمولی صنعت را بیاموزند. کارخانه های خرد در اساس دستور مخصوص 5 تشبوس در دیگر حدود سکتورهای ناحیه به فعالیت شروع نموده که این البته پیش از همه در تامین اهالی به جای کار دائمی اهمیت مهم کسب می کند.
امروز تشبوس فعالیت کاربری و جدوجهد صاحبکارانمان وطنمان آباد می‌گردد و البته آبادی وطن کفالتگری فرد درخشان کشور به حساب می‌رود. بینندگان چون می‌دانید در جمع شهروندان محله طول یک بینای کار کلان ساخته شده بود با تشبوس یکی از صاحبکاران همین محله حامد علی حیدرов و امروز همین کاشان به استفاده سپرده می شود. همچنین در مراسم تقدیمات این کاشانه نوزمانوی تمام اهل محله طول و مهمانان از ولایت فرغانه شرکت ورزیدند. با عباره سرور دولت بیان سازیم باید خلق ما پگاه نه بلکه امروز ثمره های اصلاحات های انسان دوستانه را حس نمایند و باید قید سازیم که ثمره اصلاحات ها در حدودهای دوردست ریاست‌الملک نیز خیر نظر رسند. طول یکی از محله های دوردست ناحیه به حساب می رود و خرسندی بخش است که نوگانی و دیگرگونی های آینده دار در این مرز بوستانی و باستانی سرخ نیز نظر رس است. صاحبکار جوان حامد علی حیدرов امروز به بنیاد انشاءات نوزمانوی بینای سه آشیانه گذر مهنت جوانان موفق گشت که به این مقصد قریب 5 میلیارد سوم مبلغ مصرف گردید. ما امروز چه خیلی که پرزیدنت ما تشبوس کردن 5 تشبوسه که برای تامینات کارهای یاشوی کاربرد جوانان را با کار تامین کردن مقصد کرده. همین انشاءات ما با دو تا یونالش یعنی چهورگری و فیتنس و تریناژور زال برای سپورت جلب کردن. امروز که شرکت دم خدا خلاصه این در نزدیکی روزها با 2-3 تشبوس دیگه با عمل آوردن رو وعده می‌دیم خدا خواهد. من از حساب خودم این انشاءات رو بدکم حاضر کن کمتر اگر در کار شود یک کردیت میگیرم برای همین جهاز کردن با آینده کارهای دوام دادن. مقصد اساسی ما جوانان رو با کار تامین کرده. پرزیدنت ما صادق خدمت کردن، خلق به صادق خدمت کردن. در تنتنه با استفاده دادن این بینای نوزمانوی ناتکرار حاکم ناحیه رهبر سکتر یکم فرخ اوسرف اهل محله را به این نوگانی تبریک کرد و دیگر مهمانان نیز به سخن برآمده قید نمودند که این اعتبار و غمخواری ما را برای باز هم ثمرناکتر کار فعالیت بردن در راه رضایت خلق راهنمون می‌سازد. در این بنا موافق معلومات صاحبکار یک چند پاویلیون ها ساخته می شوند که همه جوابگو به 5 تشبوس پرزیدنت خواهد شد. yoshlar kelajagimiz davlat dasturiga asosan mana Farg'ona viloyati So'x tumanimizga 2008-yil uchun 2.799 million mablag' ajratilgan. Shu mablag'ga asosan mana To'l qishlog'ida yashovchi fuqaromiz Homid Ali yosh tadbirkorimiz Haydarov Homid Aliga 166 million imtiyozli kredit ajratilgan. Shu imtiyozli kreditni evaziga bugungi kunda mana yosh tadbirkorimiz chevarchilikni rivojlantirib bugungi kunda 12 ta yosh band bo'lmagan yoshlarni ish bilan ta'minladilar. Mana bugungi kunda muhtaram prezidentimizdan berilayotgan imkoniyatlardan, yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalanib yoshlarimiz bugungi kunda o'zlarini o'z tadbirkor ishlarini faoliyatini ko'rsatib kelmoqdalar. 2019-yilda Farg'ona viloyati So'x tumanimizga 45 ta loyiha bo'yicha 9 milliard mablag' ajratilgan. Bugungi kunda moliyalashtirish ishlarimiz boshlangan. Mana 3 ta tadbirkorimizga milliy shirinlik uchun yana tikuvchilik sohasi yo'nalishlar bo'yicha kredit ajratilib kelinmoqda. Xudo xolasa 2019-yilda 9 milliard evaziga 202 ta yangi ishchi o'rin yaratamiz. در مراسم تقدیمات بینا خوانندگان مکتب محله نیز برآمد کردند. در شعر سرودهای آنها وطن و اعتبار و غمخواری به مثل سرور دولت ترنم کرده شد. الحال در این گذری مهنت جوانان سیخ دوزندگی و فیتنس تالار عمل میکند. به این چیزها به جوانان و نورسان و البته زنان و دختران این حدود داده شده است. من خیلی محتشم بینه من همین روز که شد اگر روزش ساز ما رسا خرسندیم که من همین خیلی جاهای پرزنت هم اپاش تشبوسشون یک پنجمش انا همین تشبوس یاشه اکار تامین کردن کتابخانه سپورت کامپیوتر من همین خیلی کار کننده مگه من امروز ها من همین دیده اومده جدا خرسند شدم من حاضر یاشوی بیند من
حاضر من دوزندگی من همین خیلی 10 تا 15 تا اکن ایلاوش با خدا خلاصه 30 تا دوزنده میشد من موندگش کامپیوتر میخواند سون سپورت با مشغول میشدی ها انا میخیل قرآن ما رضا خورزند پرزیدنت ما هزار رحمت من همه حامد علی هم رحمت حامد علی کلان که مادرشون با رحمت که من همین خیلی کردیت گرفته همون کاشانه کرده شما ما منادار هیم الهیم تنه جان من همین پرزیدنت ما ساخ شد حاکم ما من اکن همه دیده زاره با ما یک دیگه همون خیلی کاشانه شده تیان ما طلب ما همه حاضر من کنه که ما همین خیلی شرایط باشد من بستنده باشم قصر من وای میکردم من اگر هم بسنم ابدم همین خیلی بینونده فخر میکنم کار کرده ارزه من همین مویا ارزه ما بود که من همین خیلی بینای محتشم شود یاشا کار کنن موهایم برابر یاشا من همین هم به بوجالر مکتبش من شده مویم همینجا آمده خرسانش برآمده بروم اکنون در این مرکز نو زمانوی زنان و دختران محله به عمل دوستداشته خود مشغول شوند جوانان و نورسان نیز میتوانند شغل ورزی کنند به ساحه دوستداشته خود ورزش در این تالار سالم گردانی برای جوانان تمام شرایط ها فراهم آورده شده است. بهار آمد به نکروزی بچین گلها این نوروزی به پیش دقیق گلدوزی بهار لالزار آمد وطن و چون کوکسنه قلقان قلگم مردغلان کرک بلسه جانه فدا قلگم پهلوان وطن دگنده اغلان اتا و نسن اسلب جانه هم برده وطن نوچون اغلان شاعرler بر جدا köp bire den yaxshi men ham havas qilaman she'rlar to'qib turaman do'stlarim ham qiziqar she'rlar to'qib turishar she'rlarimning ma'nosi yaxshilik va omonlik men ham havas qilaman niyatimga yetaman kelajakda albatta shoir bo'laman. انا همین طرف در یکی از دوردستترین حدودهای رسپوبلیکا ناحیه سوخ زیبا منظر برای بلند برداشتن درجه معنویت جوانان و مضمونناک تشکیل کردن وقت خالگی آنها دقت اعتباری کلان داده می شود. در سمت افسونگردانی شوق جوانان به موسیقی، رسامی، ادبیات، تئاتر و نمادهای صنعت و کشف استعدادها جسمانا نابود دادن جوانان، آفریدن شرایط برای نمایان کردن قابلیت آنها در ساحه ورزش، استفاده بری ثمرناک از تکنولوژی کامپیوتری و اینترنت در بین اهالی و جوانان، تشکیل نمودن کارهای استروکتوراوی عاید وسیع ترغیب نمودن کتابخوانی در بین نسل نورس و طبقه های گوناگون اهالی اینچنین با مسئله اساسی با جای کار تامین نمودن زنان و دختران یعنی با اجرا رسانیدن 5 تشبوس پرزیدنتمان در سوخ نیز دایره عملهای رشد استفاده خیلی وسیع است. با این با استفاده دادن 10 عدد انشاءات نو نیز اثبات شدن میتواند. سوخ روز تا روز رواج و رونق می‌یابد. در این رواج یابی و رشد ترقیات و نمو سهم سوبیت‌های صاحبکاری نمایان است. اگر خواهیم که این رشد و ترقیات بردوام باشد با تشبس‌های پرزیدنت با تشبس‌های مثبت خود جوابگویی کنیم.